فرق دختر با پسر، دختر این دستمال کاغذی میمونه. دستمال کاغذی رو یه نفر استفاده میکنه و میتونه اون یک نفر چند بار استفاده کنه. شما دستمال کاغذی رو دختر حساب کن و پسر، مرد یا جنس مخالف آهن حساب کن. آهن رو میشه، یک شمشیر رو میشه گداخته کرد، آب کرد، به چندین شکل مختلف یا جسم مختلف در بیاری و اون چند جسم فراورده محصول باز گداخته بشه، دوباره خود شمشیره بشه. پسر این آهن میمونه. هر چقدر این آهن ما هی بکوبیم، هی کج و کوله کنیم، میتونیم در نهایت به شکل اول درش بیاریم. یه ذره زحمت داره ولی در میاد. پسرم اینجوریه، هر چقدر اشتباه کنه و تو مسیرش 10 سال اشتباه پسر با 6 ماه کار کردن رو خودش همه چی درست میشه. ولی دختر نه، چون جنس دختر، ظرافت دختر حساسه. پس دخترای عزیز، گل دخترای ایران زمین، مواظب خودتون باشین. حجابی که میگن شاید برگرفته شما ببرین تو اسلام، ولی ما خیلی قبلتر داشتیم. حجاب نه، میگم عفت تو داشته باش برای غرورت. غرور یک خانم به عفتشه و اگه خدایی نکرده اون عفت، خدایی نکرده موردی براش پیش بیاد، خدایی نکرده غرور اون دختر شکسته میشه و خدا نکنه غرور یک دختری روزی در یک نقطه‌ای از این کره خاکی شکسته بشه. یا علی.